آقا تا حالا براتون پیش اومده تو این خونه 20 صاحب شده آلکاتراز همیشه یه اسکوار ترایهارد هست. اینجا من ریوایو شدم، یارام دیدن اینجا کمک میخوان، اومدم اینجا. یکی یارام که زدم، یکیشون هم که من اینجا زدم بدون آرمور حتی. بعد اینجا منتظر بودم بیام فرار کنم، دیدم تا نیومده گفتم بذار یه آرموری بزنم حداقل یه چیزی باشه. اینجا یارم اونو فینیش شد، یارم الان اینجا میزنه، این یارم هم الان میزنه. الان 3 نفر تو این خونه هم. یکیشون که اینجا زدم، یکی هم داره میاد. من اردنم ریلود نیست، مجبورم با اون گانه افتضاح بزنم ولی بازم زدم. آخری هم اونور یارم داشت اینجا به من میگفت برو اونور اونو بزن. اینم اومدم زدم اینجا، فرار کرد. ولی آخرش هم این اسکوادو وایپ نشدن دیگه، چون اولین نفرشون ریوایو شد وگرنه وایپ شده بود.